دیگه با من خوش اومدین. این ولای یلداییه. من الان اومدم گل برای سفره بگیرم و دیگه برم سفره رو تکمیل کنم. گلامونو خریدیم. خب این از خریدا. الانم باید بریم خونه، باید شام درست کنم، باید سفره رو بچینم، باید این گلا رو درست کنم و کلی کار داریم. من توی آشپزخونه برای خودم یه کمد دارم اسمش آچار فرانسه است. برای هر مناسبت همه رو میریزم بیرون که ببینم چی میتونم از توش برای اون مناسبت پیدا کنم. با روغن قرمز باریک پاپیون درست کردم، به لیوانا چسبوندم برای ژله. خب الان وقتش رسیده ژله رو درست کنیم. 2 لیوان آبجوش، 2 لیوان آب سردم روش گذاشتم. تادا تادا ژله هامون آماده شد. من بچینمشون. خب شام قراره سالاد ماکارونی باشه. من اینا رو خورد کردم، آماده کردم، قرار با ماکارونی اینجا قاطی کنم. این سالاد ماکارونی هم خود رفت تو یخچال. حالا وقت گلارایی رسیده. گلامو اینجا کاملا باز کردم. 2 اسفنج زیرش پلاستیک چند لایه زدم و قشنگ چسب زدم. اینطوری ضلع میزم چیدم که گلا بره روش. خب گلارایی هم تموم شد. خیلی قشنگه، من خیلی دوستش دارم. حالا باید بریم سراغ آجیلا. این از سفره نهایی، بسیار ساده و قشنگ. اینم از این ور قضیه برای پذیرایی و خوردن. یه چیل درست حسابی در راهه. جونش اون شعره چی بود که میگفتش که اگر داشت واسدا بود مانگه چیه بود؟ چرا عشق قبلانی دیشب دیگه فقط خوردیم و شب لبه تموم شد. تقریبا هم ساعتهای 2 شب خوابیدیم و اما امروز دارم یه کار هیجان انگیز، یه کاری که روح به وجد بیاره میخواستم و این شد که قراره با خمیر جا کلیدی یا گوشواره و انگشتر رو از این چیزا درست کنم و شما هم این تجربه خاص رو حتما امتحان کنیم چون فوق‌العاده است. نمی‌دونی چقدر حس خوبی بهت میده. این خمیر بازی‌ها گرفتم. خودش هم یه ابزارهای کوچولو موچولویی داره. حالا منم یه تیزبر و یه از این راپیتا و یا از این چوبا هم آوردم، ممکنه نیاز بشه. ارها رو از پینترست در آوردم. قراره اینطوری بذارم کنار دستم و درست کنم اون چیزایی که میخوام. انگشتر درست کردم برای خودم و این 2 گوگولی با این برگه برای جا کلیدی. پس به جا کلیدی وقتی خوش شد بزنش میکنه. ببین گوگولی گذاشتمشون تو پلاستیک برای اینکه چون هنوز کامل خشک نشده یه پوف میکنیم.
کاملا پره برای عکاسی. این از خریدام. اینو ببینید، از این شیبا گرفتم، خیلی خوشگله حقیقتا، خیلی بافت قشنگی داره برای عکس. من خیلی سریع لباسامو عوض کردم، خیلی سریع لباسامو عوض کردم، دارم میرم لیزر، بعدش هم باید برم کلاس زبان. اینقدر فشرده و من طی این روزهایی که ولاگ نگرفتم به خاطر بود که افتضاح سرما خورده بودم و این به کنار سردرد و چشم درد عجیبی داشتم و دارم و کافیه یکم هرس بخورم یا مثلا زیاد به گوشی نگاه کنم یا زیاد پای ادیت باشم، احساس می‌کنم کروی چشمم میخواد بیفته رو زمین و الانم دقیقا اینطوری شدم. و اینم بگم که دیرم شده، اینم بگم که چی بگم، اینم بگم که کلاس زبان هیچی تمرین انجام ندادم. یعنی ببین، از اینکه استاد زبانم انقدر داره با من مدارا میکنه واقعا ازش ممنونم، از صبوریت همین را تشکر میکنم، ولی قول میدم درستش کنم. در حال لیزر کردن هستم. بگو من امروز چه روز بدی داشتم؟ سر روز خیلی بدی داشته متاسفانه. کلا روز شانسش نبوده، روز بد شانسش بوده و اتفاقی که افتاد این از کله لیزر در اومد. واقعا روز شانسم نیست. خب لیزرم تموم شد. فکر میکردم تایم گیرم میاد که من یکم زبان بخونم، اما 20 دقیقه مونده به کلاس زبانم، ماشین گرفتم برم کلاس زبان. این که گفتم امروز به شانسم، تصادف بدی کردم تو اسنپ و واقعا افتضاح بود. های گایز، از روز بعد دیشب من رفتم کلاس و دیگه مردم. الانم از 7:30 صبح بیدار شدم، الان ساعت 10 نزدیک 10 و رفتم که برای بک‌گراند مقوا بگیرم و رنگم خیلی خاصه و چون خاصه اصلا پیدام نکردم و اول صبحی پروژه به شکست برخورد. قربونت بشم من الهی. خرگوشم کلی انرژی داره اول صبحی. نشونتون بدمش اینهاشه. وای مامان نه از قربونت بشم. بعد دیگه الان هم صحنه عکاسی رو آماده کنم و آماده شیم برای عکاسی و کم کم کار رو شروع کنیم. اول صبحونه باید بزنیم. گل نرگسایی که دیروز گرفتم کل اتاقمو خوشبو کرده، انقدر وایب خوبی داره. برنامه صبحونه املته. فیلم میگیری؟ سلام. صحنه رو بچینیم با هم دیگه. تخته مهمهاست. نه با چرا؟ الوار چوبی میکس شد. خب چرا اینو به تکه نمیدی؟ جانم نه بزنش، چسبش بزن، عکس معلقه. خواهی اینطوری بزن که بگیرم.
محصول اول گوشوارهای خوشگل تو اتاق هست. یک طوری جدی کار کردیم که من ویدیو یادم رفت بگیرم وای کوثر بیا. و اینجا ترکید قشنگ ولی نتیجه گاد شد عجیب. صبح بخیر. دیروز از ساعت 10 صبح شروع به عکاسی کردم تا ساعت 5 و گفتم فردا 5 عصر و گفتم فردا تا لنگ ظهر میخوابم. اما از اون قبیل که سلام بعد از یک عمر این وقت کرد ما با هم دیگه بریم بیرون. گفتم ولش کن بریم بیرون. مریم رو داریم. رفیق کجایی اینجا رفیق بیشعورم که قبلا هر یک هفته 1000 بار هم دیگه رو میدونیم، الان هر 3 ماه یک بار هم دیگه، اما همچنان رابطه نزدیک. فایده. Every night in my dream. بعد من اصلا تصمیم نداشتم تولید محتوا کنم. بعد اینطوریه که اون ذرات کوچیک تولید محتوای منو فعال میکنه. خب بیا حالا ویدیو بگیریم، حالا بیا عکس بگیریم. اینطوری که خب باشه بلند شو بگیریم. الان هم میخوایم ریلز بگیریم باجی.